السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، امیدوار هستم که انشاءالله که خوب هسته، صحت مند هسته، تندرست هسته. الله سبحانه و تعالی هر کجایی که باشه نگهبانتان باشه، در حفظ امان الله باشه، الله حفظتان کنه. یعنی درباره حج بعضی وقتا میشه که ویدیو میکنیم که برادر کسی که حج رو میتونه که به این رقم ها مراجعت کنین، یعنی توصیه میتونیم برادر. بسیاری ها مینویسن که مثلا ما را بگی بر شرایط دست بگی بر. و فکر میکنم که هر انسانی که بخواه کوشش کنه، цел بمونه، هدف بمونه و الله قسم به هدفش میرسه. الله سبحانه و تعالی طلب کنه و هدف خودش میرسه. و بگیم ما را هدف موندیم، مثلا ماشین من فروختیم، خیسی اومدیم دبی، دبی انشاءالله که خداوند اگر موفق و میسر من بگردانه میخیزه میریم طرف مکه مکرمه و مدینه منوره. خب یعنی ما استطاعت نداریم که کاش دفترهای گفت که بگیریم بریم. بعضی برادرها که بردیم چقدر گپ‌های قبیح ما نگفتین، یعنی در اصل شرکت میبره شو، یعنی در ویدیوی ما میوین بسیاری ها مینویسن برای پرسموتر، برای پلکارکنی دیگه و دیگه و دیگه و دیگه گپ مینویسن. ماشاءالله الله حفظتون کنه، الله نگهبانتون باشه و الله توفیق بندگی رو براتون عطا فرماید. و چی گفتنیم، یعنی هر انسان کوشش کنه، یعنی یگان فون نیست، یگان کس ما رو گفت که با اولش الله سبحانه و تعالی، دومش که دستگیری هم نمیکنه، یگان سو میاردم هم نمیکنه. مردم هم خیلی که حرکت میکنن که بعضیاش پدناشکه بمونه و یعنی دستگیری نکنه بعضیاش. اما بسیاریاش هستن ماشاءالله انسانان خوب، بهترین، افضل، بالاتر، بهتر. و یعنی میخوای رفتن، بعضیاش میگن ما قمار بازیم، بعضیاش میگن ما ایتری بازیم، دیگه و دیگه هستیم. یعنی انسان که برای قمار، برای دیگه کارها که پول پیدا کنه، اگر برای خانه خدا که کوشش کنه انشاءالله که پول پیدا میکنه. یعنی برای حج رفتن هدف مونین انشاءالله میرین. بعضی ها مثلا تلفن میخرن، ایفون 15 14 همون پل ایفون، یعنی پل یک حجه. بعضی انسان ها هستن که مثلا خانه هاشون فروختگی حج رفتگی هستن، بعضی ها ماشین هاشون فروختگی حج رفتگی هستن، بعضی گفتی که بود 3 ماه کار میکنن، زن نمیگیرن، حج میرون. عموما مثلا هر انسانی که بخواه پریجلانی بخواه لوبای کار کردن میتونه، اگر که نخواه نمیتونه. برای چی؟ هدفش سسته، ارادش سسته. انسان که بخواه دست به دعا بکنه و کوشش کنه، مثلا هر ماه حداقل 10,000 روبل 5,000 روبل بگیره کسا کنه، در یک سال انشاءالله که هم پلی حج میفره، هم پلی گفتی که پا سریگش در مکه مکرمه و در مدینه منوره. با اون خاطر انسان که به هدف یگان کار کرده نمیتونه. تا هدف نمونی، هدفتون بمونین انشاءالله که الله سبحانه و تعالی همه کاری ما و شما را آسان میگردونه. ما که خانه خدا میریم، به دیدار خانه خدا میریم، به زیارت مکه مکرمه، به زیارت مدینه منوره، الله سبحانه و تعالی انشاءالله که در کار خیر موفق من میگردونه. با اون خاطر یعنی انسان که هدف مونه کوشش کنه، یعنی مکه رفتن، مدینه منوره رفتن، عمره کردن، یعنی سبب عفو گناه ها، سبب رزق و روزی سیاچیدن است. انشاءالله خداوند هر یک ما و شما را موفق بگردونه. بلکه انسان که کوشش کنه میشه، کوشش که نکرد هیچ نمیشه. الله نگهبانتون باشه، هر کجایی که باشین در حفظ امان الله باشین. یعنی ما یگان فون نداریم، یگان جو گفتی که با پیش منیزیت ثبت، منیزیت الحمدلله اکنین سوال زیاد چیز کشتگی هستن که اگر بگین برای پرسماتر مردم حج میبرین دیگه و دیگه و دیگه و رای سرتان ببرارین. الله نگهبانتون باشه. کسی که راکین بر رقم های روی اکران میتونه که مراجعت کنین. انشاءالله که شاید که ما به قریبی خانه خدا بریم 3 روز پس انشاءالله خدا اگر موفق من بگردونه، اگر موفق من نگردونه قدر الله. و چی گفتن اسم چی خاطر مثلا که ما تیز حج میریم؟ به سببی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ارض تموت. شما میگن نمیدونین که فردا چیکار میکنین، به چیکار مشغول هستین و نمیدونین که فردا در کجا میمرین. یعنی این روزی که فردا هستیم نمیدونیم چقدر عمری طولانی داریم یا که کوتاه داریم. با همون خاطر ما حرکت میکنیم که بسیار وقت ما در مکه مکرمه در مدینه منوره بگذرونیم،
به عبادت الله. شاید که همونجا بمریم. کسی که در مدینه منوره بمره ان شاء الله که شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اون میرسه. امام ترمذی الله اعلم روایت میکنه. با همون خاطر شاید که مثال بگیریم همو وقت ساعت ما رسیده باشه برای خداوند جون ما در همونجا بگیره. با همون خاطر یعنی تلاش کوشش ما همیقای. و اگر این دنیا ارزنده نیست، این روز هستیم فردا هستیم، پول و پچی که میمونه خیلی گفته بودیم کن به دنیا میاییم بدون هیچ چیز، کوشش میکنیم برای همه چیز، لیکن از دنیا میریم بدون هیچ چیز، لیکن برای همه چیز با پرسان کرده میشه. با اون خاطر برای اونی که پرسان نشوه هم چیزی که کارش کردی صرفش کن، هم در نفس خودت زمین نمیشه، در لباس خودت بپوش، بهترین چیز بخور، بهترین چیز سوار شه تا اینکه فردا پرسان نشوی. یا که اگر گروه هم شوه فردا پول پچی برای حضرت باجر نمونه. الله نیابانتان باشه، با دعا باشین هر کجایی که باشین، در حفظ امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.